به تمام مخلصا اینام بنده سلام گرم و جوشان در این روزای ویخدنای تمام خوشی‌های زندگی رو براتون تمنا میکنیم. مردک صغیرش فایرو میکنه گفته تو 3 اینستیتوت چی تمام میکنی؟ 3 اینستیتوت همه خونده میگردی بیام تر زن تو مخی این روزای پگای من میمرم خرسندی تا بینم او گوارد میکنه بچه را زن ویتیا خیلی بچه استودنت 2 روزای توی میگذره 3 روز میگذره کلون نیدوالی هم بین حولی ده گیر گشته مردک میبینم میپرسه کلون تینجه چی گپای؟ گفته تینجه تقویی این بچه تا خطی من زندگی نمیکنم من میرم خونه من میرم گفته چی با؟ گفته خطی می 3 شوشی دیگه اون خواه خواه نمیکنم کتابچه‌اش در دستش خونده میشینم تو خوابش میبره سر چشماشو میکنه با همه کتاب خوندن میگیره. گفته حالی من میفهمم صغیره گفته تو شرمنده کدی ما قرض قوالا کده تر زن دادم بلد تو کتاب خونده میستی یا خیلی دختری مردم میستی دوری جاگیزده. گفته پدر همه تو غوریه پدر بگه میره ایتریزم میپویه که صغیره نستم دیره کتاب در دستش همین تا خونده سای آس تاک دستش همین طرف زنک میبره میگی بچی من روز میگفته این بلد عیبی همین کلون خودشه با عیبان یه روز میگذره ها کلون جان چی خیل وضعیت چی خیل میگه تقوی جان همون خیلی اگه اون گپ خبر نیست این صغیره تفخد همون خیلی کتاب خونده تمام. گفته کلون جان چی بدروغ میگی من میشه ایتریزه نگاه کدوم کتاب خونده است بدو دستش استاد طرف تو برد که ما خسر شدیم ما در روان است نگاه کردن همه تو قوره کو گفته نه تو قوی همه خود در حیاتی سر کتاب خوندگی گفته ها خوندگیم گفته نه کتاب خونده سیفی تمام شو خیلی ورق میزنی گفته نه خیلی میکنه ورق میزنم این بچی تو گفته نه میبره چلی که تر میکنه ورق میزنه تر میکنه ورق میزنه یگان کار نمیکنه. سلام علیکم. صبح صادق زنگ میبیه دیجور نیچه از کارمندان میلیت ده دیجور میبرداره پرا پارشیک رحیموف گوش میکنه رفیق سردار تستر کنین مرا از نسیل بد کسیان کجا ده ای قفا خدا ای دهات تو ادرس گفت زنگ گفته کجا ده